بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم در برنامه دفاع از سنت. بینندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید ما در مورد تدوین سنت صحبت کردیم. در این مورد صحبت کردیم که تدوین احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برخلاف آنچه که بین مردم شایع هست از زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شروع شده و صحابه کرام احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو نوشتن و تعداد زیادی از صحابه رو جناب دکتر ذکر کردن که به این کار مبادرت ورزیدن. همچنین در زمان تابعین این کار صورت گرفت و تدوین احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شیوه گسترده تری و بعد از اونها دوباره این قضیه گسترده تر شد تا رسیدیم به ائمه بزرگ حدیث که در قرن دوم و سوم میزیستند و به این مطلب رسیدیم که در قرن سوم تألیف و تدوین کتب حدیثی تغییراتی کرد، یعنی که به سمت تکامل پیش رفت. دیگه فقط این نبود که بیان احادیث رو طبق ابواب فقهی بررسی بکنن، بلکه به صورت عمیق‌تر وارد مسائل حدیثی شدن و مثلا در مشکل الحدیث، در احادیثی که مثلا پیش مردم این احادیث با هم تعارض دارند، علمای بزرگ اومدن در این مورد کتاب نوشتن و مؤسس این علم امام شافعی بود، رحمت خداوند متعال بر ایشان باد. امروز میخوایم در مورد امام شافعی، چون مؤسس این علم بود، میخوایم در مورد ایشون صحبت بکنیم و بدونیم امام شافعی چه کسی بود، کجا متولد شده، تلاش‌های علمی ایشون چگونه بوده و امروز رو اختصاص میدیم به این امام بزرگوار که یکی از ائمه چهارگانه فقهی اهل سنت هست. ایشون اسمشون محمد ابن ادریس هست که اکثر مردمی رو میدونن. ایشون از قریش هست. در سال 150 هجری در غزه متولد شده، غزه فلسطین، و دیگه مابقی مباحث در مورد امام شافعی رو به جناب دکتر محول میکنیم، چون ایشون برای همین منظور در اینجا هستن که امام شافعی رو امروز برای بینندگان عزیز و گرامی معرفی بکنن و ببینیم این امام بزرگوار چه کسی بودن و چه تلاشی برای حفظ احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادن. جناب دکتر، با این مقدمه‌ای که گفتیم خدمت شما میایم و عرض سلام و ادب داریم خدمتتون و با گوش جان منتظر فرمایشات شما هستیم. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. همچنان که شما فرمودی، در واقع ما با توجه به اینکه قول داده بودیم که هم امام شافعی یکی از جمله محدثین هست که هم حدیث را در تدوین حدیث اون هم نقش بسزایی داشتن و هم در تألیف و در واقع آغاز بسیاری از علوم و یعنی شالوده بسیاری از علوم امام شافعی گذاشتن، از جمله این بحث اختلاف الحدیث یا مختلف الحدیث یا مشکل الحدیث یا مشکل الآثار. در این قرن سوم که ما نگاه کردیم، یکی از ویژگی‌های تدوین در قرن سوم و چهارم این بود که اهل علم به مشکل الآثار و احادیث مختلف الحدیث می پرداختند و از آنجایی که امام شافعی در قرن دوم زیسته و در اوائل قرن سوم، یعنی در 204 که فوت کرده، از این لحاظ جای خود دارد که ما اگر بحث اختلاف الحدیث مقداری میخواهیم در این زمینه بحث کنیم، یکی دیگر از راه دفاع از سنت در واقع چی هست؟ اختلاف الحدیث هست. بله. یعنی اون حدیثی که در ظاهر مردم و حتی اهل علم یا طالبان علم فکر میکنند این حدیث مثلا
با هم نوعی تعارض دارند، با هم نوعی اختلاف دارند که امام شافعی این کتاب را در این باب نوشته و این باب را گشوده بر روی اهل علم که متوجه شوند چگونه بتوانند در میان این احادیث توفیق دهند و این احادیث را در واقع آنگونه که باید بفهمند، نه اینکه تصور کنند در بین این احادیث تعارضی وجود دارد. درست، خیلی از احادیث هستن که وقتی نگاه میکنی فکر میکنی در ظاهر این گونه است که این حدیث مخالف اون دیگه چیزی گفته. بله. خیلی از علما هستن که میفرمایند، بعضی از علما میفرمایند اگر هر حدیثی هست این گونه است بیا پیش من میتونم برات شرح بدم که این قضیه چگونه است. خود امام شافعی همین میفرماید، میگه هر کسی میگه ما احادیث داریم متعارض هستن بیاید که ما این تعارض را حل کنیم. امام ابن خزیمه میفرماید. بله. در نتیجه این مطلب همین است. امام شافعی، حالا ما بهتر است که اول امام شافعی را بشناسیم، امام شافعی را بشناسیم دقیق‌تر و بعداً ان شاء الله در بخش دوم به خود کتاب میپردازیم و نمونه هایی از کتاب را خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان میکنیم ان شاء الله. امام شافعی اسمش محمد است، محمد فرزند ادریس، فرزند عباس، فرزند عثمان، فرزند شافع، فرزند صائب بن عبید، فرزند عبد یزید، فرزند هاشم بن مطلب، فرزند عبدالمناف. یعنی در واقع در اینجا به رسول خدا میرسد. به همین خاطر میگویند امام شافعی پسر عموی رسول الله است. نه تنها پسر عمویش هست بلکه پسر عمهش هم هست. درست. یعنی هم پسر عمویش هست هم پسر عمهش هست. یعنی هم از جانب پدر هم از جانب مادر به نسب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میرسه. بله بله بله. کامل. از هر دو طرف به رسول خدا میرسد. امام مطلبی بهش میگن. بله بله. امام مطلبی بهش میگویند چون از طرف یک یعنی مطلب در واقع چند تا فرزند داشته. عبدالمناف یکی مطلب بوده، یکی هاشم بوده که این رسول الله از فرزند هاشم است. یعنی عبدالله یعنی محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف بن عبدالمناف. یعنی در اینجا عبدالمطلب میرسد به عبدالمناف و امام شافعی هم یکی دیگر از فرزندان عبدالمناف میشه هاشم. مطلب و هاشم. بله، مطلب و هاشم. در نتیجه امام شافعی از فرزند دیگرش است و رسول خدا یعنی امام شافعی از مطلب است و رسول خدا از هاشم است. به این صورت. در نتیجه و مادرش هم به همین صورت است. یا مادر اون هم باز به هاشم میرسد. یعنی از یک جهتی دیگر میشود، یعنی هم دختر عمه رسول الله میشه، هم دختر پسر عموی رسول الله میشه صلی الله علیه و چون دیگه حالا میگن آقا پسر مثلا پسر عمو، مثلا عمو داریم، پسر عمو دوباره پسر اون هم پسر اون باز میشه پسر عمو، یعنی فرق نمیکنه دیگه. همین جوریه، یعنی هیچ تفاوتی ندارد به هم دیگه. مثلا کسی در اسلام اینجوریه، یعنی تفاوتی نداره دیگه، حکم پسر عمو را دارد. در نتیجه و امام شافعی این جایگاه بزرگی دارد که قریشی است و از خاندان قریش است و همسرش هم از نوه امام عثمان بن عفان است. یعنی بگوییم نوه، نتیجه میشه ندیده. ندیده امام عثمان بن عفان میشه. ایشون هم قریشیه باز. بله اونم قریشی دیگه، یعنی با کلی خانواده بسیار بزرگواری است که گفتیم این امام شافعی در سال 150 متولد می شود، دقیقا همون سال که امام ابو حنیفه فوت می کند. درسته. و اهل علم می فرمایند، حتی بعضی
نه تنها در اون سال بلکه در همون روز متولد شده. ولی حالا این یکی بسیاری از اهل علم به این نتیجه نرسید، ولی میگه یقینا به اتفاق در همون سال که او فوت کرده همون سال اون متولد شده. این است که میگوین یکی میرود و یکی دیگر جایگزینش میشود از اهل علم و او را مجدد قرن سوم میدانند، یعنی یکی از مجددین قرن سوم. و این امام بزرگوار تمام علمای حدیث از او حدیث روایت میکنند، از جمله امام بخاری. بس در خود صحیح بخاری میگه از امام مالک و محمد ابن ادریس قول نقل میکند و حدیث هم به صورت معلق از او روایت میکند امام ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، هم از او روایت میکنند. امام ابن حجر به صورت مختصر قول علما را در مورد او خلاصه میکند، میفرماید المجدد لامر الدین على رأس المئتين، یعنی کسی است که مجدد امر دین است در رأس سده دوم، رأس سده دوم. و امام الذهبی میفرماید الامام ناصر الحدیث ثقة، یعنی امام است، ناصر سنت است و ثقه هم هست. و امام مزی، حافظ مزی، می آید خلاصه ای از یعنی اقوال علما در مورد او، مطالب بسیار زیبایی در مورد او بیان میکند. بعد میفرماید ما هر چی بگوییم فایده ای ندارد، یعنی نمیتونیم اون چیزی که مناقب حقیقی اوست بیان کنیم، چون اهل علم در مناقب او کتاب نوشتند. امام بیهقی یک کتاب کامل را در مناقب امام شافعی نوشته. امام ابن عبدالبر یک کتاب را در مناقب امام مالک و امام ابو حنیفه و مالک و شافعی را نوشته به صورت جداگانه، این سه تا امام. و بسیاری از اهل علم و امام سبکی دیگه در به عنوان بسیار زیبا در مورد او مثلا قسمت بسیار زیادی از طبقات شافعی که بیان می‌کند امام شافعی چی می‌کند و تاریخ بغداد و تاریخ دمشق و ابن عساکر اینا خطیب بغدادی همه دارن در مورد او بسیار، یعنی مطالب بسیار قشنگی دارن بیان می‌کنند. امام ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء خیلی قشنگ العبر یعنی فی تاریخ من غبر مثلا بسیار، یعنی شما که نگاه کنید همه اهل علم در مورد او مطالب بسیار قشنگ و زیبایی نوشتن که ما نمیتونیم، یعنی اگر بخواهیم کامل آن او را بیان کنیم یعنی بهش نمیرسیم. بله. همچنان که گفتیم امام شافعی که گفتیم بالاخره این مطالب را به نظرم کافی دیگه بیشتر بیان نکنیم، فقط اینو بگوییم مادرش اسمش یعنی همسرش و همسری هم داشت امام شافعی به اسم حمده دختر نافع دختر عنبسه دختر عمر، نه عفوا یعنی فرزند عمر فرزند عثمان بن عفان. حمده دختر نافع است، نافع فرزند عنبسه است، عنبسه فرزند عمر است و عمر هم فرزند عثمان بن عفان است. و امام شافعی از این یعنی این همسر بزرگوار که حمده هست و عثمانی است از خانواده امام عثمان است، سه تا فرزند داشته. یکی ابو عثمان که اسمش محمد بوده و یکی دیگر و سه تا و تو دو تا دختر فاطمه و زینب، این سه تا. و یک فرزند دیگری داشته به اسم ابو حسن از یک زن دیگری که اون زن یعنی اون فقط یک فرزندی داشته، از اون دیگه فرزند دیگری نداشته. ابو حسن که در همون کودکی فوت میکند از سریعش که اسمش دنانیر هست، یعنی اون زنی که به اسم گفته می شود سریه یا جاریه.
که در قدیم این داشتن افرادی میتونست یک جاریه را داشته باشد، مثلا زن داشته باشد و جاریه هم داشته باشد، بعد اون جاریه که بالاخره به عنوان همسر او را انتخاب میکند و او را آزاد میکند و تمام. و این هم امام شافعی این دو تا فرزند داشته، یعنی این چهار فرزند، دو تا پسر که یکی در حالت کودکی فوت میکنند و دو تا دختر که زیستند و زندگی کردند. بعداً مطالب بسیار زیادی باز در مورد امام شافعی میفرمایند. امام شافعی را قاضی قال القاضي وقال بعض أهل العلم بالنسب. در مورد امام شافعی قاضی ابو طیب طاهر بن عبدالله الطبری، این شخص بزرگوار در مورد امام شافعی میفرماید، میگه مردم امام شافعی را تعریف میکنند که او برادر خواهر و پدر و مادری رسول خداست صلی الله علیه وسلم در نسبش و شریک اوست در حسبش و تمام اون صفات پسندیده ای که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در نسبش دارد، در ولایت و فضیلتی که در آبا و اجداد خودش دارد، امام شافعی هم دارد، چون از همون نسب است و همون چیز است. در نتیجه هم مثل اینکه هم ردیف او هست در تمام اون فضائلی که خدا به رسول الله داده از نظر اجداد و نسب و حسب و نسبش. به این خاطر رسول خدا یعنی امام شافعی هم همون صفات را دارد. و یک مطلب دیگری برای ما بیان میکنند. عبدالحکم میگوید هنگامی که مادر امام شافعی حامله بود، در خواب میبیند، میگه من در خواب دیدم، احساس کردم خورشید مشتری از مادر امام شافعی خارج شد. سیاره مشتری. بله، من چی گفتم؟ خورشید. عفواً، بله، سیاره مشتری از مادر امام شافعی میگه خارج میشود. بعداً اون سیاره در مصر فرود میکند و تمام شعله های او به همه جا میرسد در دنیا، پرتاب میشود و به هر کجایی بالاخره قسمتی از این شعله میرود. بعداً یعنی متفرق میشود در سایر جاهای دیگر. میگه اهل تعبیر خواب گفتن این دلیل بر این است که یک عالمی از این زن محترمه متولد میشود که علم و دانش او از مصر به جاهای دیگر متفرق میشود، به آفاق میرسد، به شرق و غرب میرسد. چون امام شافعی آخرین کار علمی که دارد کتاب الامش هست که کتابی است، یک موسوعه علمی، یک موسوعه در تفسیر، در حدیث، در فقه، در لغت، در بسیاری از موارد، یعنی یک کتاب کاملا جامع است. در طب همه چیز در آن وجود دارد، در اصول، در قواعد فقهی، در اصول فقه، در همه چیز، یعنی کتابی است بسیار جامع و علم امام شافعی را در آن میشه خلاصه کرد. پس این کتاب به همه جای دنیا رسیده و مذهب امام شافعی در تمام دنیا الحمدلله اتباع دارد. شما نگاه میکنید یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی اندونزی است. بزرگترین کشور اسلامی است در واقع، بزرگترین. چون من الان مشکوکم روی این که تعداد مسلمانان چین که نه بیشتر نیستن، اگر مثلا تعداد مسلمانان چین مثلا به 200 میلیون برسد، اندونزی 280 میلیون مسلمان داره. 280 میلیون، ولی همش مسلمان؟ بله، همه مسلمان. چون غیر مسلمان هم داخلش اندونزی وجود دارد به هر صورت؟ بله، مسیحی هم هستن، 10 میلیون 20 میلیون مسیحی داره. ولی 280 میلیون مسلمان داره. ماشاءالله. پس در این صورت به هر صورت اگر حتی در چین ما 200 میلیون مسلمان داشته باشیم، در چین که الان حدود 1 میلیارد و 400 میلیون جمعیت دارد، 200 میلیون هم داشته باشیم هنوز به اندونزی نمیرسیم. از بزرگترین کشور اسلامی
که بزرگترین جمعیت مسلمانان را داشته باشد هم شافعی هستند، به لازم امام شافعی هستند. اندونزی، مالزی، تایلند و بقیه کشورهایی که بسیاری از کشورهای دیگر مناطق خودمون که بیشتر شافعی هستند. در ایران، جنوب ایران شافعی هستند، کردان شافعی هستند، ترکای آذربایجان شافعی هستند. بله بله. و حتی در هندوستان در هندوستان منطقه کریلا جنوبش شافعی هستند. بله. پس دیگه دینش یعنی اون علم و دانش امام شافعی به همه جا رسیده. من گفتم مصر هم بزرگترین کشور عربی هست، 100 میلیون جمعیت داره، اونم واقعا بله نزدیک 100 میلیون جمعیت داره. بله. اینا همه دلیل بر این است که بالاخره یعنی این خوابم که دیدن ظاهرا تعبیر خوابش هم درست از آب در اومده. و امام شافعی بیان میکند که من در شهر غزه متولد شده در سال 150 هجری و مادرش او را به مکه برده در سن 2 سالگی. در یک حدیث دیگری، در یک قول دیگری میگه من در عسقلان متولد شدم، ولی عسقلان و غزه نزدیک هم هستند. یعنی میتواند اون منطقه شامل، یعنی خود غزه شامل، یعنی در واقع زیر مجموعه خود عسقلان است، چون الان میگه 6 مایل با او فاصله دارد. 6 مایل یعنی نزدیک 10 کیلومتر. 10 کیلومتر همین پس همون است. و در یک لفظ دیگری گویا گفته که من در یمن متولد شدم و الی اون ضعیف از امام بیهقی میگوید این قول ضعیفی است و بیشتر تاریخدانان این را قبول نکردند. پس امام شافعی در سن اولا قبل از اینکه متولد شود پدرش همون جوانی فوت میکند رحمه الله. پدر بزرگواری بوده، تنها این فرزند داشته. اما اینکه میگویند امام شافعی 4 سال در شکم مادرش بوده، این هیچ دلیلی وجود ندارد. هیچ چیز یعنی معقولی نیست این مطلب. اون چیزی که در قرآن هست و در تجربه ما داریم میبینیم، میتواند زن در سن یعنی بعد از 6 ماه بچه بیارد یا بعد از 9 ماه. البته میشه که سقط بشه، ولی یک بچه سالم که به دنیا بیاید معمولا تا طبق قرآن 6 ماه هم میشود. چون ظاهرا معقول هم نیست که بچه تا 4 سال در شکم اینه بزرگ میشه، بچه رشدش خیلی سریعه. بله بزرگ میشه و امکان این وجود نداره. امکان نداره در شکم زنده بمونه. بله. یا مادر را میکشه یا خودش. بله. دیگه شکی دارم نیست، یعنی غیر ممکنه این کار یعنی وجود نداره، چیزی وجود نداشته. پس امام شافعی خودش بیان میکند، میگه من انسانی بودم که خیلی بالاخره ثروت و دارایی زیادی نداشتم. میرفتم به دیوان که دیوان اونجاست که برای نوشتن و کتاب در اونجا هست و مطالب را می نویسند و مثل میگه پرونده ها را در اونجا چی میکنند و کتاب ها را در دیوان در واقع می نوشتند. میگه منم میرفتم به دیوان و از اونها ورق و بالاخره اون چیزایی که اونا داشتن در آن می نوشتند به عنوان از اون میخواستم که بهم بدهند، یعنی چون پول نداشتم با پول بخرم. اونا هم منم در آن می نوشتم و همون خیلی کودک اطلب العلم فی الحداث، یعنی در جوانی در کودکی. از در همون کودکی خودش یعنی علاقه من می شود به تیراندازی و به طلب علم، که در این مطلبی که گفتم امام شافعی فرمود من در عسقلان متولد شدم، همون عسقلان منظورش همون منطقه غزه است. میگه هنگامی که 2 سال بر من گذشت مادرم منو برد به سمت مکه و خیلی علاقه داشتم به این 2 چیز، یکی طلب علم، یکی تیراندازی. دیگه در تیراندازی به حد رسیدم اگر 10 تا تیر پرتاب میکردم 10 تا به هدف میخورد. دیگه وسکت عن العلم، دیگه در مورد علمش چیزی نگفت. در مورد تیراندازیش گفت که من اینجوری شدم، ولی دیگه سکوت کرد در مورد علم، چه به کجا رسیدم و چیکار کردم اون نگفته چیزی، به خاطر تواضع. بعداً عمرو بن سواد میگوید من بهش گفتم انت والله فی العلم اکثر منک فی الرمی. میگه منم در جواب گفتم شما در علم هم بهتر از تیراندازی هستی. واقعا همینجوری یعنی مطلب را خیلی قشنگ و
زیبا بیان میکند. و باز هم میفرماید در یک مطلب دیگر امام شافعی میفرماید مادرم منو آماده ساخت برای مکه و رفتم اونجا، بعدا میگه و جعلت اطلب العلم، شروع کردم به طلب علم. البته دیگه به 2 سالگی رفتم اونجا، وقتی که دیگه بزرگ میشود و کمی چون در سن 10 سالگی 7 سالگی قرآن را حفظ میکند، در سن 10 سالگی موطأ امام مالک را حفظ میکند، در سن 10 سالگی. به همین خاطر میفرماید من رفتم و طلب علم میکردم پیش کسی که نسب را میدونست. من پیش او بودم، هم عالم به نسب بود و اینا، و من شروع کردم با طلب علم. و من میگفت لا تشتغل بهذا، با این مشغول نباش، به چیز دیگری مشغول باش که برای شما سودمند باشد. میگه من هم لذتی که از طلب علم میدیدم در هیچ چیز دیگری ندیدم. پروردگار لذت طلب علم را به من بخشید، به همین خاطر به طلب علم مشغول شدم. و باز امام حسن مغازلی میگوید از امام مزنی که دیگه شاگرد مستقیم امام شافعی است، میگه ازش شنیدم، میگفت من از امام شافعی شنیدم، میگفت علی بن ابی طالب را در خواب دیدم، بر من سلام کرد و با من یک مصافحه کرد و بالاخره دست به من زد و یک انگشتری که در دست داشت بدون آورد و در انگشت من قرار داد. میگه منم عمویی داشتم، آن را برایم تفسیر کرد. فرمود این که با امام علی دست زده اید یعنی انشاءالله از عذاب الهی در امان هستی. این که انگشترش را در آورده و به شما داده، اسم شما به اونجا میرسد که اسم علی بن ابی طالب به آن رسیده، یعنی اسمت به شرق و غرب خواهد رسید. ماشاءالله. نکات خیلی قشنگی بوده، یعنی در زندگیش چیزهای بسیار قشنگی برایش پیش اومده و این افراد هستند که از دین خدا دفاع میکنند و از سنت رسول الله دفاع میکنند. یعنی یکی از مهمترین علمایی که از سنت رسول الله دفاع کرده امام شافعی است و امام شافعی بدون هیچ شروطی احادیث رسول الله را قبول دارد، فقط سند صحیح باشد و رجال عادل باشند و مورد اطمینان باشند، دیگه هیچ شروط دیگری برای قبول حدیث نمیگذارد. دیگران میگویند مثلا امام مالک میفرماید باید اون حدیث با عمل اهل مدینه مخالفت نداشته باشد، کاری به اینا ندارد. میگه حدیث مادام حدیث صحیحی است و تمام، دیگه بحثی نیست که عمل هر کسی مخالفش باشد، مهم نیست. یعنی از خود امام مالک با وجود اینکه شاگرد مستقیم امام مالک بوده و بیشتر از 16 سال از امام مالک علم دریافت نموده، ولی باز در بعضی چیزها با او مخالف بوده. وقتی که به بغداد هم میآید، محمد بن حسن شیبانی شاگرد مستقیم امام ابو حنیفه که اونجا هست و امام و قاضی بغداد هست، نزد او هم میرود، علوم میگه هر چه داری از علم امام ابو حنیفه ازش میگیرد. بعدا میآید امر مناقشه میکند با امام محمد حسن شیبانی، بعدا اونم میگوید بسیاری از مطالبی که امام ابو حنیفه میگوید امام شافعی که مناقشهش میکند اونم ازش برمیگردد. یعنی در واقع محمد بن حسن شیبانی از یک جهت داره به او علم میدهد، از یک جهت هم علم میگیرد، دریافت میکند. این نکته خیلی قشنگ و زیبا بوده. جزاکم الله خیر جناب دکتر. این حسن ختام این نصف برنامه باشه ان شاء الله. میان برنامه میریم دوباره خدمت شما و بینندگان عزیز برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما باشید پس از دیدن یک برنامه کوتاه. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي.
هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم بث الهدى فوق الحياة وعطري روض النجاح واقبلي لمعلمي قولي له إن الملائكة حوله تضع الجناح لطالب ومعلم قولي لهم إن الحديث كجنة إن الحديث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم في حلقات التحديث نقرأ قصة أو نهتدي بخصال خير معلمي يا تاليات دونكم سنن الهدى لا تنجرفن وراء داعي المأثم كونوا هداة للبرية إنكم مثل الصحابة حولنا كالأنجم خذنا الحديث بقوة وبهمة كالصالحين على صراط أقوم وانشرنا بين الناس سنة أحمد بالسمت والتطبيق ليس تكلم يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمتتون هستیم در برنامه دفاع از سنت و در مورد امام بزرگوار امام شافعی صحبت می‌کنیم. جناب دکتر شما در مورد امام شافعی صحبت کردید و فرمودید که کجا متولد شده، در مورد علم ایشون صحبت کردید. ما می‌دونیم که خیلی از علمای بزرگ اسلام شاگرد امام شافعی بودند در زمان خودشون، مثل امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راهوی، خیلی دیگر از علما. امام مزنی رو فرمودیم. دوست دارم مثلا امام احمد رو برامون مثال بزنید. ایشون چی در مورد امام شافعی میگفتن؟ آیا مطالبی دارن در مورد ایشون؟ بسیار زیاد، یعنی اینقدر مطالب داره. فقط اگر بیایم بحث امام احمد کنیم در مورد امام شافعی کافی است. ماشاءالله. از جمله امام احمد میفرماید پروردگار برای 800 سال یک نفر را میفرستد برای تجدید دین خدا. بله. یعنی تا اینکه سنت را به آنان یاد بدهند و دروغ را از رسول الله صلی الله علیه و سلم دور کنند و دفع کنند. میگه ما نگاه کردیم در سده اول
پروردگار عمر ابن عبدالعزیز را فرستاد و در سده دوم شافعی را فرستاد. و امام احمد می‌فرماید من در بیشتر یعنی 30 سال تمام است هیچ شبی نیست، یعنی شبی نبوده من شب را به روز برسانم بدون اینکه برای امام شافعی دعا کنم و طلب مغفرت برایش کنم. هیچ شبی نبوده. ماشاءالله. الله اکبر. این دیگه خیلی مهم است، یعنی این وفای شاگرد. این وفای واقعا وفای شاگرد. الله اکبر. امام اقطاع میفرماید من از اسماعیل بن یحیی برای ما میگفت من از امام شافعی شنیدم میگفت من قرآن را حفظ کردم در حالی که 7 سالم بود و موطأ امام مالک را حفظ کردم در حالی که 10 سالم بود. ماشاءالله. در سن 10 سالگی موطأ یعنی اینکه قرآن را در 7 سالگی حفظ کرده و موطأ را در 10 سالگی. و بعدا میفرماید امام شافعی من در بطون عرب، یعنی بعد از اینکه طلب علم را تمام میکند اکنون میگوید باید وارد قبایل عرب شوم، بطون عرب، قبایل مختلف عرب و لغات مختلف عرب را دنبال میکنم، یعنی لهجه ها را تا کامل تمام اون کلماتی که در قرآن وجود دارد و در سنت وجود دارد از زبان مردم آن را بیابم. میگه من در میان بطون مختلف عرب، بطون یعنی قبایل مختلف عرب ماندم 20 سال کامل. 20 سال اشعارشان را حفظ میکردم و یاد میگرفتم، لغاتشان را و قرآن را حفظ کردم و هیچ حرفی از من نمیگذرد از قرآن الا معنی آن را میدانم و میدانم مراد از آن چیست بجز 2 حرف. حالا این شخصی که از اون روایت میکنه میگه من اون یکی را فراموش کردم، دومیش دستاها بود. میگه من این دستاها را گشتم در بطون عرب نتونستم این را پیدا کنم دقیقا یعنی چی. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. الان اگر ما دسا را در مقابل زکا قرار بدهیم دیگه مشخص می شود دس به چه معنی است. چون میگه قد افلح من زکاها، قسم به نفس و به کسی که نفس را آفریده، فالهمها فجورها و تقواها، پروردگار به هر نفسی راه فجور را به او یعنی در اون نهاده و راه تقوا را در اون نهاده. یعنی هر دو به صورت غریزی در انسان وجود دارد، یعنی هم انسان گرایش به خوبی در او وجود دارد به تقوا و هم گرایش به بی‌تقوایی، به فجور، به معصیت. فالهمها فجورها و تقواها. بعدا میفرماید قد افلح من زکاها. حالا اون کسی که نفسش را تزکیه میکند، پاکسازی میکند و به خصال پسندیده در آن رشد میدهد، اون شخص رستگار میشود. اما کسی که نفس خودش را به جای اینکه آن را رشد دهد جلوی رشد و شکوفایی نفسش را بگیرد و نفسش را در شهوات و ملذات دنیایی فرو ببرد، حقیقتا زیان کرده و ضرر کرده و نفس خود را آلوده ساخته به معصیت. یعنی پس کسانی هستند جنبه تقوا را در نفس خود رشد میدهند، کسانی هستند جنبه معصیت را در آن رشد میدهند. رشد نیست در واقع، نابود کردنش است. یعنی نفس را غوطه‌ور میکنند در شهوات و لذایذ دنیوی. پس امام شافعی فرمود من تمام همه چیز را تونستم پیدا کنم، این 2 تا نتونسته، یعنی از لهجات قریش و عرب پیدا نشده در میانش. معنیش که واضح است. به همین خاطر یعنی امام شافعی ویژگی که دارد در دیگر اهل علم اون ویژگی نمیشه پیدا کرد. چرا؟ چون اولا همچنان که گفتم شاگرد مستقیم امام مالک بوده، 16 سال ازش علم دریافت کرده
و از علوم امام ابو حنیفه را گرفته هرچی داشته و احمد بن حنبل هم شاگرد مستقیم و بلا منازعش بوده، هرچی داشته با اونم گفته دیگه. یعنی در واقع علم همه را در خود جمع کرده و اضافه بر آن اهمیتی که به شعر و به ادب و به لغت داشته یعنی دیگه واضح است، یعنی زبان زده خاص و عام است. امام شافعی دیوان شعر هم داره. دیوان شعر داره. بله، دیوان امام شافعی یکی از قشنگترین و زیباترین دیوانهای شعری است در واقع. خیلی قشنگ، خیلی پرمعنا، خیلی مطالب خیلی قشنگی دارد. مثلا میگوید همتی همت الملوکی و نفسی نفس حر ترى المذلة کفرا. میگه همت من مانند همت شاهان است، همت پادشاهان است. و نفسی نفس حر، و نفس من مانند نفس یک انسان آزاده است که بردگی را قبول ندارد، ذلت را قبول ندارد، بلکه ذلت را کفر میداند. یعنی مثل یک گناه و معصیت بزرگی به ذلت نگاه میکند که واقعا اینجوریه، ذلت و خالی. یا مثلا در مورد حب آل بیت میفرماید، میگه من آل بیت را دوست دارم. اذا كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان بأني رافضی. میگه اگر قرار باشد حب آل محمد رافضی گری باشد و شیعه گری باشد، پس ای جن و انس شاهد باشید من رافضی هستم. حالا به خاطر همین شعرم رافضی ها میخواهند ازش سوء استفاده کنند. منظور این نیست. میگه اگر محبت اهل بیت رافضی بودن باشد پس من رافضی هستم. درسته؟ منم میگویم اگر محبت اهل بیت، محبت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اهل بیتش و امهات المؤمنین و اصحاب و یارانش نشانه رافضی بودن است، منم میگم. حالا دوست ندارم کلمه را تکرار کنم چون ممکنه اونا سوء استفاده کنن. این نتیجه این است که هر کس میگوید اگر پیروی کردن از حق، مثلا یک اسم بدی مردم برایش میگذارن یا یک اصطلاحی، نه این جایز نیست. اصطلاح بد ندارد پیروی از حق، بهترین اسم دارد کسی که تابع حق باشد. حالا مثلا امام شافعی این مطالب را که بیان میکند و یعنی حتی در علم قرائت هم امام شافعی قرائت را یاد گرفته به معنی در حد بسیار اعلی و بالایی و صوت بسیار قشنگ و زیبایی داشته که میگه هر کسی به صوت او گوش میداد خودش را نمیگرفت، ایلا به گریه میافتاد. میگه پشت سر او که مردم نماز میخوندن میدونستی اما افتادن. سبحان الله. میگه صدایش به حدی دلنشین بوده، به حدی قشنگ بوده که کسی دیگری، یعنی همه ازش در واقع معجب بودن به این شخص بزرگوار، این چی هست. و نه تنها این، از نظر زیبایی اندامش هم میگه یک انسان قشنگی بوده. امام مزنی میگه من انسان به این قشنگی ندیدم. ماشاءالله. انسان بسیار قشنگ و زیبایی بوده. یعنی تمام فضائل قشنگ در این وجود داشته، صدای قشنگ، سیمای قشنگ و علم و دانش زیاد و شاعر بسیار توانا و بسیار شجاع در عین حال، بسیار شجاع. اینم بوده که مدتی هم در یمن والی یمن بوده. اینم یعنی اینم را انجام داده و به درستی کار خودش را انجام داده. یعنی امام شافعی میفرماید، میگه من علم قرائت را از شبل یاد گرفتم و شبل هم از عبدالله ابن کثیری که از قرای مشهور یاد گرفته و اون هم عبدالله ابن کثیر از مجاهد در گرفته و مجاهد هم از ابن عباس و ابن عباس هم از ابی بن کعب و ابی بن کعب هم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. امام شافعی این گونه در واقع طالب علم بوده و اهل علم بوده. یعنی هیچ علمی از ایشون از دستش خارج نشده، همه رو فرا گرفته، به همه چیز یعنی اهمیت داده. یعنی این موسوعه و این
دانشمندی آنگونه کم یعنی یافت می شود. برای همینه که مؤسس خیلی از علوم هم بوده ایشون. واقعا اصول فقه اون بنیان گذارش هست. واقعا اصول فقه، اختلاف الحديث، اصلا دفاع از حدیث در سنت، یعنی کتاب الرساله او، یعنی شما هر کدوم از این کتاب ها را نگاه میکنید دیگه علم و دانش این مرد بزرگوار کاملا هویدا و پیداست و قسمت بسیار زیادی در الرساله دفاع از سنت است و اختلاف الحدیث هم همین است. در کتاب تفسیرش، یعنی امام شافعی اصلا یک کتاب اسم کتاب التفسیر داره، جداگانه جدایش کردن به اسم کتاب تفسیر. یعنی علوم امام شافعی علم بسیار واقعا والایی بوده و مجتهد بسیار والایی، در عین حال بسیار متواضع. یک شخص دیگر حسین ابن علی کرابیسی میگه من نزد امام شافعی موندم چندین شب، نه فقط یک شب، نماز را میخوند تقریبا 1/3 شب و من نمیدیدم که بیشتر از 50 آیه بخوند، اما این 50 آیه را که میخوند اگر خیلی بیشتر از 50 میخوند میشد 100 آیه، بیشتر از 100 آیه نمیخوند در نمازهایش. اما هر آیه‌ای که میگذشت یعنی آیه رحمت بود، مرتب از خدا رحمت را برای خود و برای تمام مؤمنین درخواست میکرد و به هر آیه‌ای میرسید آیه عذاب بود که این سنت است، در نماز هم باشید، میگه به خدا پناه میبرد از اون غضب و از خشم آیه‌ای که در مورد عذاب و خشم خدا باشد و درخواست نجات را میکرد برای خود و برای تمام مسلمانان. یعنی میگه این شخص مردی بود که خوف و رجا در وجودش واضح و آشکار دیده میشد. انسان بزرگواری آنچنانی بود. و امام ابوبکر میفرماید امام شافعی خیلی تلاوت قرآن را میکرد و گفتیم امام شافعی که امام ابن خزیمه گفت که امام شافعی در غیر ماه مبارک رمضان 1 بار قرآن را ختم میکرد، یعنی هر روز. در ماه مبارک رمضان 2 بار ختم میکرد، یعنی در طول ماه رمضان 60 بار قرآن را ختم میکرد که امام ابن خزیمه فرمود واقعا من نتونستم به این حد برسم، من 59 بار میتونستم 59 بار ختم میکرد ولی به 60 نرسیده من. پس امام شافعی این گونه بود. یعنی حتی امام شافعی نظرش یکی از اقوالش این است که طلب علم اهمیتش بیشتر است از نماز سنت و نافله. اینها مواردی هستند که مطالب خیلی زیاده، حالا ما با کجا برسیم؟ چقدر وقت داریم که ما 10 دقیقه وقت داریم. این نکته که من عرض کردم که مردم پشت سر او میخوندن، میگه دیگه صدای مردم پشتش بلند میشد، همه گریه میکردن و یکثر عجیجهم بالبکاء من حسن صوته، اینقدر صدای قشنگی داشت همه دیگه بالاخره میافتادن. دیگه وقتی که خودش دید که مردم اینجوری هستن تمام دیگه قرائت را قطع میکرد، به محض اینکه متوجه میشد که مردم دارن گریه میکنن قطع میکرد قرائت را، ادامه نمیداد تا دیگه قضیه چی نشد. و امام شافعی به هنگامی که به سن 15 سالگی رسید اهل علم بهش میگفتن دیگه شما حق افتاء دادید، فتوا بده. در سن 15 سالگی میگه ربیع ابن سلیمان میگوید امام شافعی 15 سال سن داشت فتوا میداد و هیچ شبی نبوده شب زنده‌داری نکند تا فوت کرده. میگه مسلم ابن خالد زنجی که استادش بوده، استاد امام شافعی، یکی از اساتید بسیار معروفش است، بر امام شافعی گذشت، کنارش رد شد، داشت فتوا میداد در حالی که 15 سالش بود. گفت ای ابو عبدالله افتی فقط آن لك ان تفتی. سبحان الله. فرمود فتوا بده چون واقعا وقتت رسیده که فتوا بدهی. ماشاءالله. این مرد یعنی انسان وقتی که این چیزا را، به همین خاطر عمر بسیار کوتاهی داشته، از 150 متولد شده 204 فوت کرده، 54 سال سن داشت. سبحان الله. اصلا سنی نیست، در سن بسیار کوتاهی و علم و دانش بسیار زیادی را به جا گذاشته. مشخص از 15 سالگی مفتی بوده. دیگه تا 54 سالگی یعنی 40 سالشون مفتی بودن. واقعا
سبحان الله. یعنی این یک موهبت الهی واقعا، کسی در این عصر نمیتونه به این حد برسه. واقعا نخیر. اینجا مثلا ما یکی دیگر از شاگردان دیگه مستقیم عبدالرحمن بن مهدی، یعنی این گفتم هر کدوم از اینها خورشید تابانی هستند. عبدالرحمن بن مهدی یعنی یکی از اینا بیان میکند از عبدالرحمن بن مهدی، میگه من دعلج بن احمد میگوید از جعفر بن احمد شاماتی شنیدم که اون هم از جعفر فرزند برادر ابو ثور میگفت از عمویم شنیدم که میگفت عبدالرحمن بن مهدی نامه نوشت به امام شافعی، یعنی یک نامه برای امام شافعی نوشت در حالی که یک جوانی بود. گفت یک کتابی برایم بفرست، برایم بنویس در مورد معانی قرآن که و جمع قبول اخبار در آن باشد و حجت بودن اجماع و بیان ناسخ و منسوخ از قرآن و سنت، برایم چیزی بنویس. اونم کتاب الرساله را برای نوشت. سبحان الله. کتاب الرساله را برای عبدالرحمن بن مهدی می نویسد تا متوجه شود حالا چگونه اجتهاد کند و ابزار اجتهاد چی هست، باید چی داشته باشد. کتاب الرساله یک کتاب در اصول فقه و اولین تألیف در اصول فقه که در آنجا حجیت سنت بیان می کند، اینکه سنت حجت است و اخبار آحاد و اینا. عبدالرحمن بن مهدی میگوید والله هیچ نمازی نخوندم بعد از اون مگر اینکه برای امام شافعی در آن دعا کردم. هیچ نمازی. این است که یعنی چه شاگردهای با وفایی داشته امام شافعی. خیلی شاگردان عظیمی بودند. امام احمد، عبدالرحمن بن مهدی، ابو ثور یکی از اون علمای بزرگ که یکی از اونایی که باید اصلا مثل امام شافعی صاحب مذهب بود. به همین خاطر عبدالرحمن بن مهدی هنگامی که بحث شافعی میگفت کان شابا مفهما، یعنی شابی بود، جوانی بود، اصلا انگار با او الهام شده، همه چیز با او الهام شده، مفهم بود. بشر مریسی این مبتدع معتزلی یک بار او را در مکه میبیند، میگوید واقعا دیگه من جوانی را دیدم، این جوان تنها کسی است که ازش ترس دارم برای مذهب خودمون که مذهب ما را بالاخره ما توان مقابله با این نداریم واقعا. که یک بار با اونا نشست کلا بی جواب موندن، حرفی برای گفتن نداشتن در مورد معتزلی. به همین خاطر مادر بشر مریسی به امام شافعی میگفت جناب شیخ شما بشر مریسی ادعا میکنه تو خونه که میگی من شافعی رو دوست دارم، ازت خواهش میکنم بهش بگو دست از این حرفای مفتش برداره. مادر بشر مریسی بهش میگه. خیلی جالبه، خیلی یعنی اینها مطالب واضح و روشنی بودن که در مورد امام شافعی بیان کردم. اما امام احمد هم یک قول خیلی مشهوری در آن وجود دارد، میگه من 6 نفر هستند که همیشه برایشان دعا میکنم در شب، هیچ شبی نیز برایشان دعا نکنم، که یکی از آنان امام شافعی است و مهمترینشون امام شافعی است. حالا ما به نظرم وقت زیادی احساس میکنم 5 دقیقه مونده، پس خیلی کمه، مگر بتونیم به یک حدیث را بیان کنیم. امام شافعی مثلا در کتاب ما همین قسمت اول کتاب، همون بحث اول باب القراءة فی الصلاة بیان میکنیم در کتاب اختلاف الحدیث امام شافعی. امام شافعی حدیثی را برای ما روایت میکند از عمرو بن حلیس، میگه من از رسول الله شنیدم صلی الله علیه و سلم که در نماز صبح و لیل اذا عصر میخوند. امام شافعی فرمود یعنی در نماز صبح سوره کویرات را میخونده، اذا الشمس کویرات، چون واللیل اذا عسعس در اون سوره است. در یک حدیث دیگری باز بیان میکند برای ما، میگه سفیان برای ما گفته از زیاد بن علاقه از عمویش که میگه از رسول الله شنیدم صلی الله علیه و سلم که نماز صبح را میخوند و النخل باسقات. امام شافعی فرمود یعنی سوره قاف را خونده. در یک حدیث دیگری میفرماید، نقل میکند از عبدالله بن سائب، میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من نماز صبح خواند در مکه و با 2 سوره فاستفتح بسوره المؤمنین، با سوره مؤمنین
نماز صبح را آغاز نمود بله. تا به بحث موسی و هارون رسید. بله. حالا امام شافعی مثلا در این کتاب میگه آقا کسی میگوید آقا امام شافعی رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز صبح مثلا سوره کویرات خونده، در اینجا سوره قاف خونده، در اینجا سوره مؤمنون خونده. این یعنی چی؟ یعنی این چه ربطی داره؟ یعنی آیا این دلیل بر این است که احادیث با هم اختلاف دارند؟ امام شافعی میفرماید نخیر. لیس یعنی اینها امام شافعی میفرماید این اصلا اختلاف نیست، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم در طول عمرش نمازهای زیادی خونده و هر روز در نماز که خونده گاهی این سوره خونده گاهی اون سوره خونده. این دلیل بر این است که خداوند متعال برای او مباح دانسته هر کدوم از این سوره ها را بخواند. در نتیجه این اختلاف حقیقی وجود نداره در بیان این سوره ها. مثلا به عنوان مثال این مثال را نمونه را مثال میزند. اگر فرصت نباشد که ما به نتیجه برسیم که مطالب دیگری از اون احادیثی که تعارض در واقع وجود دارد و چگونگی رفع تعارضش میکند میتونیم در یک جلسه دیگری آن را بیان کنیم. یا در 2 دقیقه وقت مونده. 2 دقیقه وقت مونده که وقت زیادی نمیرسه، یعنی ما نمیشه به این مطالب برسیم. اما مطلبی که یعنی چون امام شافعی در یک مورد وجود دارد که ظاهرا با هم مختلف هستند. یکی مسئله میگه در یک حدیثی که در جنگ خیبر متعه حرام شد. درست. در یک حدیث دیگری میفرماید در فتح مکه در عام اوطاس در اونجا مثلا حرام شده. امام شافعی میفرماید من در دین هیچ چیزی نداریم که 2 بار حلال شده باشد جز متعه. در نتیجه میگه این 2 تا حدیث هر دو صحیح هستند. هم مال خیبر رسول الله در جنگ خیبر از آن نهی فرموده، تمام شد و رفت. بعدا در عام اوطاس در فتح مکه این به مدت 3 روز فقط، به مدت 3 روز، چون به اونها قول داده بود که اجازه، یعنی قبل از اینکه جنگ صورت بگیرد به اونها گفته بود که اجازه میدهم که این کار رو انجام بدهید. به مدت 3 روز آن را اجازه داد، بعد 3 روز آن را دوباره تحریم نمود. میگه در دین خدا دیگه هیچ چیزی وجود ندارد 2 بار حرام شده باشد جز این مورد. مثلا جمع بین این 2 تا حدیث را این گونه جمع میکنند، چون میگه احادیث هر دو صحیح هستند. حالا اگر شد ان شاء الله ما یک وقت بیشتری به این حدیث میدهیم و حتی قول دیگر اقوال اهل علم در مورد این بیان میکنیم ان شاء الله. جزاک الله خیر جناب دکتر. وقت برنامه به پایان رسید. از شما خیلی تشکر میکنیم و واقعا از مطالبتون استفاده کردیم و از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودید. تا داریم دیدار دیگر و برنامه دیگر شما بزرگواران رو به الله تعالی میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.